مقامات اوکراین از بازداشت یک چهره کلیدی گروهی به نام دولت اسلامی خبر دادند. خدمات امنیتی اوکراین روز 15 نوامبر با نشر اظهارات در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داد که آل بارا شیشونی شهروندی گورجستان در نزدیکی کیف بازداشت شد. الینا هیتلینسکا سخنگوی خدمات امنیتی اوکراین میگوید این دهشت‌افکن سال 2018 با شناسنامه قلبکی وارد اوکراین شده در این کشور خود را قانونا ثبت نام کرده است. طبق اطلاع موجوده او در این کشور هماهنگسازی فعالیت گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی یا خود داعش را ادامه داد. شهادت ها هنگام بازداشت ثابت میکنند که او فعالیت ها را در قلمرو اوکراین ادامه داده بود. در اظهارات گفته می شود که خدمات استخباراتی امریکا و وزارت کارهای داخلی گورجستان در عملیات بازداشت او شرکت داشتند. ویکا کلیمیچه و سخنگوی خدمات امنیتی گورجستان تصدیق کرد که این شخص در اوکراین بازداشت شده است و گفت نام اصلی او در گورجستان سزار توکاساشویلی است. آل بارا شیشونی همچنان مуовини ابو عمر الشیشونی، نفری که پنتاگون آن را وزیر جنگی گروهی به نام دولت اسلامی میدانست، شناخته می شود. پس از کشته شدن وزیر جنگی گروهی به نام دولت اسلامی، شیشونی به ترکیه فرار کرد و آنجا با تهیه شناسنامه قلبکی وارد اوکراین شد. به نقل خدمات امنیتی اوکراین او از خاک کشور با توندروان تماس داشته است. او در یک خانه اجاره در نزدیکی پایتخت اوکراین دستگیر شد. تفتیش نشان داد که واقعا او شیشونی است. گفته می شود در اظهارات آل بارا شیشونی و ابو عمر الشیشونی هر دو در گورجستان تولد شدند و از افراد مهمی گروه توندروی به نام دولت اسلامی بودند.